کنسرت جدید آریانا سعید با شبنم ثریا باری دیگر در کشور تاجیکستان. این کنسرت چی تاریخ برگزار خواهد شد؟ آهنگ‌های مشترک جدید آریانا سعید با شبنم ثریا که اصلاً باورتان نخواهد شد و رفتار جالب مردم تاجیکستان با آریانا سعید ملکه دلها. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای افغانستان، یکی از چهره‌های مشهور و شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان. آریانا سعید آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفدارانش در هنر موسیقی افغانستان انجام داده است. کنسرت‌های آریانا سعید همه ساله در سرتاسر جهان برگزار می شود. آریانا سعید چند ماه قبل با شبنم ثریا ملکه دلهای تاجیکستان کنسرت مشترک را در چندین شهر بزرگ تاجیکستان برگزار کرد و آهنگ‌های دوگانه آریانا سعید با شبنم ثریا بازدید خوبی در صفحات مجازی داشت. اکنون آریانا سعید دوباره به درخواست مردم تاجیکستان قرار است کنسرت‌های مشترکش را در روزهای عید سعید فطر در کشور تاجیکستان برگزار کند. این بار این مهمانی توسط شبنم ثریا هنرمند خوش صدای تاجیکستان برگزار خواهد شد. آریانا سعید با کمال میل سرودن آهنگ دوگانه با شبنم ثریا را پذیرفته است. تاجیکستان همیشه از هنرمندان افغانی حمایت و تشویق‌های خودش را اعلان کرده است. من آرزوی خوشبختی، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و شبنم ثریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.